خوش آمدید به اولین ویدیو کانال یوتیوب ما. با این ویدیو اومدیم فرمون لاجیتک G29 رو برای شما آنباکس کنیم و تست کنیم. یه از خود کارتونش هست، پشتش هم این شکلیه که زیاد چیز مهمی نیست کارتون، که عکس خود فرمون کشیده. اینو هم باز میکنیم. اینجا که یک کاغذی که به دردمون نمیخوره، که در اینجا خود فرمون و پدال ها رو میبینیم. اول مثل که یک قد سنگینه که کاغذ و کارتون ها چی این از پدال هاش که هر کدومشون این کلاچه، این ترمز، این گاز. ترمزش خیلی سفته که اینو میتونیم بازش کنیم که یه دونه چوب پنبه گذاشتن داخلش که این چوب پنبه رو برداریم که میشه تا آخر میایه که ما کنم که چیزی سر نمیره خرابشی کنیم. پدال هاش این از خود فرمون اینجا خود فرمون رو مشاهده میکنید که یک کوالیتی خوبی داره. دیگه اینجا مارک خود پلیستیشن نوشته شده. اونم دیگه کلیداش هم همون جنسی که روی دستای PS5 و پلیستیشن هست. بعد در این بالا این گوشه اینجا فرمون 3 تا حالت داره که میتونی با PS4 PS5 وصلش کنی، که من برای PC میخوام میذارمش رو حالت PC. و شیفترهای پشتش که واقعا جنس بود. بازم من اینو وصل کنم روی میز. دوستان این از خود فرمون که من وصلش کردم، این شیفتراش که واقعا جنس خوبی داره. کوالیتی فرمون که گفتن جنس خوبی دارد. دیگه 450 درجه به این ور میچرخه، 450 درجه هم به این ور میچرخه. این خود فرمون که بعد زیر خود فرمون بازم من رو در بیارم که زیر خود فرمون اگه ببینید اینجا 2 تا سوکت خالیه. یکیش برای دنده که بخوایم بس کنیم، یکیش هم برای پدالا گازه، یه دونه دیگه هم برای سیم بخش که اون ما میدونیم. یه دوش که برای پدال گازه، روی خود پدال گاز یه سیم مخصوصیه که برای مخصوص همین فرمون همینه دیگه. این کابلو که وصل کنین دیگه پدال گازها دیگه به این متصل میشه که میتونین بازی کنین. دوستان این از اولین ویدیو کانال یوتیوب من. دوستان حتما کامنت سابسکرایب کنین که من چنلمو بتونه ارتقا بدم در کنار شما، که بعدا بتونیم ویدیوهای بیشتر بزنیم که هرچی شما بخواید در مورد گیم. بعد اینکه من فعلا کامپیوترم داخل تنگار، من فعلا فیلمو میذارم دیگه. برای بازش دوباره برای تستش یه ویدیو جداگانه میذارم که چطوری تنظیمش کنیم، چطوری وصلش کنیم به بازی ها. دیگه ویدیو جداگانه حتما براتون میسازم، تا همین هفته یه ویدیو براتون میسازم.